با این حجم از تخریب زیرساخت‌های اقتصادیمون، فولاد مبارکه، پتروشیمی‌ها و خب ساختمون‌های زیادی که از دست دادیم، دوباره بخوایم اینا رو بازسازی کنیم، اقتصادمون اینا قرار بازسازی کنیم، بعد از اینا عبور کنیم، از اینا بعد حجم بزرگ نیروی انتظامی عبور کنیم، از این حجم بزرگ بسیج و سپاه باید عبور کنیم. دوره نباید اونجایی که خراب شده بازسازی کنیم، اونا رو باید بکنیم خونه‌ها برای مردم تحویل بدیم به مردم. کل شهر رو اشغال کردیم، همش پادگان شده. ما لازم نداریم اینقدر و قرار نیست بجنگیم. قرار نیست ما دو فولاد مبارکه رو بازسازی بکنیم، باید منفجرش کنیم، دوباره دور بندازیم اون رو اونجا. بیگانه است، شهر اصفهان رو نابود کرده، طبیعت رو نابود کرده، از اون دور ریخته بشه، باید بره سر جای خودش قرار بگیره. منطق توسعه وقتی فولاد دیگری کنار آب، یه جای دیگری با یه منطق دیگری، سپاه یه جای دیگری، نیروی نظامی، دانشگاه‌ها، مدارس. عزیز من خلاص به توسعه یعنی اون، نه اینکه اون رو اینکه بازسازی کنیم احمقانه ترین کاری است که میشه کرد.